حسنیه نوسرova در گروه اخبار تاجیکستان در فیسبوک قصه تلخی نبیرش انوشیروان بوقیف را به قلم کشیده است. روز 23 ینور انوشیروان را که تازه برای ادامه تحصیل به مکتب رقم 12 نوع اسماعیل سامونی شهر دوشنبه گذاشته بود، همسنفانش در سن مکتب او را به زمین غلطانده به سر و رویش با پایهایشان برف زدند. پای یک نفر از آنها به عینک انوشیروان رسیده است و در نتیجه شیشه عینک شکسته به چشمش درآمده است. دیرکتور مکتب بنا به نوشته حسنیه ناصرova با مقصد رویپوش کردن جنایت از پدر انوشیروان خواسته است که به ملیسا دعوا نکند. در عوض وی وعده میدهد که تمام خراجات طبابت جراحی او را به عهده میگیرد. بعد 2 روز این حادثه احوال مادر انوشیروان که از قضیه به سر جگربندش آمده در جای کارش خبردار شده به قول مردم تلخکف شده بود. او روز 2 فوریه در بیمارخانه وفات کرد. نبیره هم یک و یک باره هم از مادر ماند و هم از چشم. می نویسد حسنیه ناصرova. بعد جراحی یکم که از طرف دیرکتور مکتب مبلغ گذاری کرده شده بود بهبودی دیده نشد و ضرورت جراحی دوم و سپس سیوم و چهارم پیدا شد. ولی والدان نورسانی که انوشیروان را به این حال رسانیدند پسران خود را بیگناه گفته دیگر از دادن پول ادامه طبابت انوشیروان دست کشیدند. به بالای این در وقت تفتیشات 2 گمانبر شونده اساسی از گمانبر به حیث شاهد گذاشتند و طور حسنیه ناصرova می نویسد با شاهدی این 2 نفر دیگری که از لحاظ مالی کمبیزاحت می باشد و پدر او بیمار است گناهگار شد. سود باشد گمانبر را به 140 ساعت کارهای اصلاحی جزا داد. دیرکتور مکتب که جنایت را روی پوش کردنی بود جزا نگرفت. این زن از مقامات تاجیکستان خواسته است که قضیه معیوب کردن نبیرش را از نو و این دفعه عادلانه تحقیق کنند تا عدالت تنطنه کند. آخر حاضر سالهای جنگ 1992 نیست که در داخل مکتب زده معیوب کنند و با بهانه که این شوخی و بازی بود نفر جواب این جنایت را نگوید و او را در حال خود مانند. می نویسد او. این قصه در فیسبوک موج واکنش ها را به بار آورد. بسیاری ها از ناعدالتی فراوان در مقامات حفظ حقوق و دادگاه های تاجیکستان انتقاد کردند. سید جعفر عثمانوف وکیل پارلمان تاجیکستان از حزب دموکرات در زیر این مطلب نوشت که جریان این مسئله را زیر نظارت خواهد گرفت تا جنایتکاران به جزای خود برسند.